الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که سبحان الله این ذکر چی معنی دارد؟ الحمدلله چی معنی دارد؟ و استغفر الله چی معنی دارد؟ البته این کلمه هایی که گفتیم بهترین ذکر هاست. بهترین کلمه که الله دوست می دارد این سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیم است. خیلی که ابو هریره رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکنند و این حدیث صحیح است. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیم. دو کلمه است که به زبان گفتنش آسان است، اما در ترازوی روز قیامت به نهایت وزن است و این دو کلمه در نزد الله دوست داشته ترین کلمه است و این کلمه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم است. اما کلمه سبحان الله چی معنی دارد؟ سبحان الله پاک است. سبحان الله یعنی پاک است الله. سبحان الله پاک است الله. سبحان پاک. پاک از چیست؟ پاک از شرک است. پاک از عیب و نقصان و کمبودی است، چرا که الله ذات کمال است. اولا پاک است از شرک. سبحان الله عما یشرکون. الله پاک است از اون شرک هایی که مشرکین به الله نسبت میدهند. از شرک یهود و نصارا. یهود عزیر یکی از رسولان الله را پسر الله میگوید. نصارا عیسی رسول الله را پسر الله میگوید. الله از اینها پاک است. البته الله فرزند ندارد. لم یلد و لم یولد. از الله نه پدر دارد نه مادر دارد. از کسی تولد نشده است و کسی را هم پدر نیست. پس الله پاک است از این شرک یهودان و نصارا و الله پاک است از شرک مشرکان و بودیست و هندوست و الله پاک است. سبحان الله. الله پاک است از این همه شرکیاتی که فرقه های باطل به الله نسبت می دهند، از رافضه قبر پرست و مرده پرست و از صوفی های غلات قبر پرست، آنهایی که بین خود و بین الله واسطه می گیرند، اولیا را، قبر را، ایشانی را، آنانی که واسطه می گیرند مزار را. الله از همه این چیزها پاک است، بلکه الله می خواهد که تنها به الله راست دعا بکنید، به یگان قبر، به یگان مرده، به یگان عقیده باطل شرکیه. و الله بیزار است و پاک است از شرک و از مشرکان و از چیزی که به الله شرک کرده میتید. پس بارک الله فیکم. سبحان الله معناش به نهایت بزرگ است. الله پاک است از همه عیب هایی که به الله گمراهان و ملحدان نسبت میدهند. الله پاک است از همه صفت هایی که صفت های ناقصی است و الله کامل است و بزرگ است و یکتاست. بارک الله فیکم. پس این معنای سبحان الله بود. اما الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، این اولین آیتی که در قرآن آمده است. حمد یعنی شکر کردن الله، ستایش کردن الله، ثنا گفتن بر الله، الله را تمجید کردن، بزرگ شماریدن و شکر کردن را حمد میگند. بارک الله فیکم. یعنی الله این همه نعمت را به تو داد، نعمت اسلام، نعمت هدایت، نعمت سلامتی، نعمت و نعمت های زیاد، عقل و غیره. به همون نعمت داده الله تو تشکر میکنی، تو حمد میگویی، شکر میکنی. این رو معنای حمد میگن. معنای استغفار، طلبی مغفرت، طلبی بخشیده شدن گناه کردن. استغفار یعنی از الله طلب میکنی که الله گناهت رو ببخشد. یعنی استغفار، ای الله، مثلا میگن استغفر الله، ای الله گناه مرا ببخش. من از تو طلب میکنم ای الله که گناه مرا ببخشی. این استغفر الله یا که استغفار معناش همین است. طلبی
آموخته شدن یا که آمرزده شدن، طلب مغفرت گناه را کردن از الله سبحانه و تعالی. بارک الله فیکم. و البته از این کلمه ها انسان باید بیاد زیاد انجام میده. چه خیلی که در روایت امام مسلم و بخاری ما دست حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن والذی نفسی بیده لاستغفر الله و اتوب الیه فی یوم اکثر من 70 مره و فی روایت 100 مره. قسم با الله که ذات جان من در دست اوست، در یک روز زیاده از 70 بار یا در روایت دیگری 100 بار استغفر الله میگم، طلب آمرزش، مغفرت، بخشیده شدن گناه میکنم.